در اساس دستور رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی و نقشه‌چورابینی‌های شعبه کار با جوانان دانشگاه کنفرانسیای جمهوری علمی و عملی در موضوع نقش جوانان در تحکیم صلح و ثبات تاجیکستان با اشتراک نماینده کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، معاونان رکتور، سرداران شعبه‌ها و اینچنین دانشجویان و دیگر عالمان و محققان جمهوری در سطح بلند برگزار گردید. ضمن سخنرانی‌ها قید کرده شد که جوانان در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه به حساب رفته، امروزها نیز در پیشرفت همه ساحه‌های جمعیت تلاش‌های خویش را دریغ نمی‌دارند. هدف از برگزار نمودن این کنفرانس در آن است که بلند برداشتن زیرکی سیاسی جوانان، جلب جوانان به علم آموزی، اینچنین جلب جوانان به میهندوستی و بلند برداشتن احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی، حفظ منفعت‌های ملی، حفظ دستاوردهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. چرا که پیشوای معظم ملت قید میکنند جوانان آینده دولت و ملت هستند. تاجیکستان خود کشور جوانان است. در این ردیف نقشه‌چورابینی‌های گوناگون در دانشگاه با مقصد جلب جوانان تشکیل و برگزار کرده شده است. مورد به ذکر خاص است که امروزها در پرتو سیاست موفقانه خارجی و درهای باز و دستگیری‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دوران صاحب استقلالی کشور جوانان سازنده مملکت در کشورهای خارجی تحصیل نموده ایستادند که برای ما افتخاری بسا بزرگ است. اینچنین در پرتو این سیاست در دانشگاه مذکور نیز جوانان مملکت‌های خارجی تحصیل علم دارند که از جانب ریاست دانشگاه با آنها تمام شرایط مساعد فراهم آورده شده است. امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام استاد صدرالدین عینی بخشیده به روز جوانان تاجیکستان کنفرانس علمی عملی نقش جوانان در تحکیم صلح و ثبات در جمهوری تاجیکستان بخشیده شده است که ما در این پرتو میان دانشجویان دانشگاه ابراز اندیشه دانشجویان را در شکل مقاله های بهترین دسترس نموده در این کنفرانس پیشنهاد کرده ایستادیم. در ادامه از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست کار با جوانان شهر دوشنبه یک قطار آموزگاران و دانشجویان فعال با افتخارنامه و سپاسنامه‌ها قدردانی کرده شدند.